چرا خانه ها در ناحیه اشت پی هم می سوزند؟ در پی لطوکوب فافتیدن سرداری کمیته حالتهای فوق‌العاده منطقه کولاب تصدیق شد. در تاجیکستان عقد نکاح کم ولی از همپاشی عائله ها زیاد شده است. کمیته بین المللی دفاع از خبرنگاران از حکومت تاجیکستان خواست ذوقبک سعید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده را فوراً آزاد کند. در مرکز ماموری ناحیه اشت شهرک شیدان در 2 ماه آخر چند خانه پی هم به کام آتش رفت. گفته می شود اکثر خانه های دچار سوختار شده به آدم بوده، صاحبانشان در مهاجرت بوده اند. یک منبع پیام که نخواست نامش ذکر شود با ارسال این خبر گفت که در بین آوازه هست که این کار را خودی مقامات مخصوص تشکیل کرده اند. منبع پیام گفت 5-6 نفر میلیسه ها می گردند اما تا حال آتش زنها را پیدا نکردند. مردم میگویند خودی مقامات محلی در این سوختارها دست دارند، چون سالهای آخر کوچیدن اهالی به روسیه خیلی شدت گرفته است. مردم خانوادگی به روسیه کوچیده ایستاده اند. از این پیش ماه می سال گذشته در دهه خشتخانه جماعت دهاتی پانغاز 3 خانه یک بار به کام آتش رفته بود که صاحبانشان عائلوی در روسیه بودند. همچنین ماه اوگوست سال گذشته 3 خانه در دهه بابادرخانی جماعت پانغاز یک بار سوخته خاکستر شده بود که از این صاحبان 2 خانه با اهل عائله در مهاجرت در فدراسیون روسیه اقامت داشتند. بعد این حوادث اهالی دهه‌ها در ناحیه اشت کوشش میکنند هنگام مهاجرت خانوادگی حداقل یک عضو عائله را به پاسبانی خانه موظف کنند و در وطن باقی گذارند. منبع میگوید با این وجود کوچیدن سراسری اهالی به روسیه در حال افزایش است و در بعض دهه‌ها از 1 کیسه اهالی هم باقی نمانده است. هنوز معلوم نیست این آوازه ها تا کجا حقیقت دارند و آیا واقعاً سوختارها کار دست مقاماتند یا دوستها. اما در یک دهه پی هم سوختن چند خانه و تکرار شدن این کار در دهه‌های دیگر و تا حال پیدا نشدن هیچ گمانبر انگشت اتهام را سوی مقامات می‌گرداند. فافتی ابوبکر سعیدزاده سرداری کمیته حالتهای فوق‌العاده منطقه کولاب که گفته میشد در پی یک لطوکوب فافتیده است، از جانب دادستانی ولایت ختلان در نشست مطبوعاتی تصدیق شد. به گفته قطب‌الدین داستیزاده معاون دادستانی ولایت ختلان در منطقه کولاب، طبق خلاصه طبی ابوبکر سعیدزاده بعد یک لطوکوب در بیمارخانه فافتیده است. دادستان آشکار نگفته که سعیدزاده چرا لطوکوب شده است، فقط کوتاه گفته که این مسئله الحال در پی تحقیق است و حالا خلاصه نهایی را گفتن نمیتوانیم. گفته نیست ابوبکر سعیدزاده بر اثر لطوکوب و زخم‌های برداشته‌اش در شفاخانه جان داد و او را روز 11 ایول در ناحیه دنغره دفن کردند. به اطلاع رادیوی آزادی، سعیدزاده در ناحیه دنغره 20 هکتار زمین پخته داشته. بحث این مقامدار با عائله شیبانوف ها، یک خانواده پرنفوذ در دنغره، سر زده است. آنها در کنار زمین سعیدزاده کشتی جوار مکه داشته‌اند. پالکوونیک ابوبکر سعیدزاده از سال 2015 در منصب رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده منطقه کولاب کار میکرد. در تاجیکستان در 6 ماه سال روان 7265 عائله از هم جدا شدند که این نسبت به همین دوره سال گذشته 12% زیاد می باشد. مظفر اشوریان وزیر عدلیه تاجیکستان امروز 15 ایول ضمن نشست خبری در این باره معلومات داده سبب جدا شدن عائله ها را آماده نبودن جفت جوان به حیات عائلوی معنی داد کرد. اشوریان تاکید کرد که بیش از 8000 کودک پس از طلاق یتیم و نیمه یتیم ماندند. در همین حال به گفته وزیر ثبت عقد نکاح از اول سال جاری 7% کاهش یافته است. در دوام 6 ماه در کشور همگی 39 نکاح با شهروندان خارجی به قید گرفته شده است. این در حالی است که سال گذشته این رقم 116 نفر بود. اشوریان همچنین گفت که ثبت تولد کودکان در کشور نسبت به همین دوره سال گذشته 6% افزایش داشته است.
کمیته بین المللی دفاع از حقوق خبرنگاران CPG با نشر یک اظهارات از حکومت تاجیکستان خواست که درباره کجا بودن خبرنگاران ذوقبک سعید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده معلومات داده فوراً آنها را از بازداشت رها کند. گلناز سعید، هماهنگساز کمیته دفاع از خبرنگاران برای کشورهای آسیای مرکزی و اروپا، در یک بیانیه رسمی در روز 14 ایول گفت پنهان داشتن جای نگهداری ذوقبک سعید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده غیر قابل قبول و بی‌اعتنایی آشکار به قانون و تلاش برای راه ندادن به انعکاس موضوعهای ناخوشایند برای مقامات است. ذوقبک سعید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده خبرنگار و بلاگران تاجیک را روز 9 ایول دستگیر کردند و تاکنون واضح نیست که آنها به چه متهم می شوند. مکان نگهداریشان نیز برای نزدیکانشان معلوم نیست. ذوقبک سعید امینی و عبدالستار پیر محمدزاده کارمندان پیشین رادیو و تلویزیونی دولتی تاجیکستان سالهای آخر اساساً در شبکه‌های اجتماعی نظر و اندیشه‌های خود را بیان می داشتند. حالا هر دو در بازداشتگاه هستند و معلوم نیست به چه گمانبر می باشند. این بود شرح خبرها تا آینده. برنامه‌های دیگر ما را در شبکه یوتیوبی پیام تیوی و شبکه ماهواره تلویزیونی پیام تیوی پیگیری کنید. با ما باشید.